مقامات روسیه روز 4 نوامبر 115 شهروند بازداشت شده تاجیکستان در مرز این کشور با قزاقستان را آزاد کردند. همه این افراد شام 2 نوامبر هنگامی بازگشت از مسکو به دوشنبه در گذرگاه آقسرای در حدود ولایت استرخان از قطار راه آهن فراورده شدند. مقامات مرزبانی روسیه ادعا کردند که اکثر این افراد برای نقض قاعده بودوباش و شهادتنامه قلبکی بازگشت به وطن متهمند. شهادتنامه بازگشت به وطن را سفارت تاجیکستان و کنسولگری های کشور در روسیه برای آن شهروندان می‌دهد که شناسنامه خود را گم کردند یا مهلت استفاده شناسنامه‌شان گذشته است. اما مسئولان سفارت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر برای آنها معلوم نیست مهاجران تاجیک این سندها را از کجا گرفتند. سرور بختی سخنگوی سفارت گفت معلوماتی که آنها دادن این قریب همه این بچه‌ای که از قطار فراورده شدن در دستشون حجت قلبکی داشتن، یعنی همون شهادتنامه‌های وطن و بازگشت به وطن را از کجاها گرفتگی هستند معلوم نیست. با این حال به قول سرور بختی سخنگوی سفارت این معلومات است که جانب روسیه پیشنهاد کرده است. او گفت فعلا یک کمیسیون از حساب نمایندگان سفارت تاجیکستان و شرکت راه آهن کشور تشکیل شده درستی ادعای جانب روسیه را میسنجد.